سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. دوستان یه ویدیو پک اوپنینگ دیگه داریم. این ویدیو توی اکانت دوستم از همین الان ازش ممنونم که واسمون این ویدیو رو رکورد کرد تا بتونیم واسه شما عزیزان یه پک اوپنینگ دیگه توی ایونت فود برثدی بگیریم. راستی من میدونم تو این ویدیو چیا پک شده، برای همین کمتر صحبت میکنم. دوستان این پیک همون روزی که همون دقیقه‌ای که فود برثدی اومد رفیقم از چند روز پیشش همینجوری این پیکا رو بسته بود و خب کار هوشمندانه کرد، چون اگه این پیکا خوب هم نده فودرای خوبی میده و شما میتونید استفاده کنید. حالا احتمالش هست بازم برگرده و اگه برگشت حتما ببندید. فود برثدی احتمال زیاد، احتمالاً که نه قطعا تیم دوم هم داره و برای تیم دوم شما میتونید پک ذخیره کنید. احتمالاً یکی از کسایی که تو تیم دو هست کلیان امباپه است. دوستان شما همین یه نیم نگاه بکنید به این که این پیکا چه فودرایی میده. فقط 2 واکاوت از این پیک زدیم، از مثلا 9 تا 7 تا پیک 2 واکاوت و ریت های بالا که این خیلی کمک میکنه و خب خیلی هم شانس بالایی داریم. بعضی از این ایونت بیان یه واکاوت دیگه. بعضی از ایونت ها که میاد توی پیکا خیلی شانسشون بالاه و این شانس رو شما میتونید با پیک های زیاد، حالا مثلا الان توی اسپیسیا یه پیک 1/3 مثبت 85 هست که حالا اونو خیلی نمیشه بست دیگه. خیلی تیمتون پر باشه و بخواید بازیکن‌ها رو خالی کنید نهایت بتونید 2-3 تا ببندید، 4-5 تا. اینم یه این فرم که میبینید دیگه خیلی خوب فودر میده. نمیدونم حالا در ادامه میبینید دیگه بازیکن‌های خوبم احتمال داره بده و برای همین اگه این پیک اومد سریع ببندینش. حالا یا سیف کنید واسه ایونت بعدی نگه دارید یا اینکه نه میتونید همون موقع بزنید و فودر جمع کنید. ولی اگه میخواید ایونت بزنید وایسید شب ایونت، چون این پیکایی هم که دارید میبینید شب ایونت زده شده. یه ریت 84 مثلا.
اینم یه رایت 84 دیگه. دوستان که از SPC ها زیاد استفاده نمیکنن، دوستان خیلی SPC خیلی کمک میکنه به شما. حالا SPC های بازیکن یا پک، ولی SPC های بازیکن خیلی بهترن. شما اگه میخواید ببندید به نظرم جمع کنید بازیکناتون برای SPC های بازیکن ها. مثلا الان یک SPC که هست که ما تستش کردیم، ویدیوش هم گذاشتیم، مثلا برکمپ که یه چند تا کارت اینفورم میخواد و 2 تا تیم 85 و 86 که خیلی سخت نیست بستنش و اگه به تیمتون بخوره خیلی بهتون کمک میکنه. و خب SPC ها خیلی کمکتون میکنه، برای همین سعی کنید SPC ببندید. دوستان میکسد آیکون میمونه واسه آخر ویدیو، اونجا شما میکسد آیکون. دوستان میکسد آیکون لول 40 بتل پس میگم ببخشید، سیزنال پس خیلی باگه. اکثرا بیشتر از 70-80% کسایی که زدن چیز خوبی در آوردن. برای همین اگه خواستین، این پکیه که خودم زدم، حالا ببینید چیه. شاید هم ویدیو شورتشو دیدید، ولی اگه ندیدید خدایی شانس این ایونت بالاه. اینو خودم زدم، رفیقم نزد. وای بررسیش هم حتما تو کانال میذاریم، بررسی گریزمن فوتبال دی 94. اوه اینجا بخش قشنگ داستانه، ببینید شما متوجه میشید برای چی. یک 2 و 3. وای واقعا وای، این کارت واقعا یکی از خفن ترین دفاع بازیه. حالا ایونت فوت برده بعدی رو نمیدونم، ولی تا الان یکی فندایی که توتی، بعدش هم این میتونه یکی از بهترین باشه. حالا خیلی کارتای دیگه هستن، ولی به نظر من اینو فندایی که توتی خیلی خوبه. حالا کارتای دیگه هم هستن مثل کارلوس آلبرتو و اینا، ولی خیلی این کارت استاتسی نمیدونم همه چی خوبه، پلی استایل همه چی کم نداره این کارت. چیزی که بیایم بگیم بعد این کارت واقعا بی‌نقصه و تکی میتونه دفاعتون جمع کنه. و خب دیگه یواش یواش باید بریم سمت آیکون پیک مثبت شدهش. خب اینم که من میدونم چیه، فقط میخوام با سکوت این آیکون پیک رو ببینید و من بیام و حرفای پایانی بزنم.
بله، میاهم 94 یکی از بهترین مهاجمای بازی، یعنی خیلی شانسش خیلی دیگه، خیلی بی نهایت شانسش خیلی خوب می بود چیزو می گرفت، رونالدو نازاریو 95. ولی میاهم هم خیلی خوب، یعنی واقعا میاهم 89ش خیلی خفنه دیگه، 94ش چیه. کسایی که حالا التیمیت تیم بازی میکنن و به کسی که میاهم داره خوردن میدونن که چه هیولاییه. دیگه قطعا میاهم و برداره و دوستان نظراتتون، اگه نظری دارید یا با یه سبک ویدیویی حال میکنید میتونید تو کامنت ها بنویسید و من حتما کامنتاتون رو میخونم و جواب میدم. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونید لایک کنید و برای حمایت از من میتونید کامنت هم بذارید. تا درودی دیگر، بدرود.